سلام علیکم، خوش اومدیم برای ویدیوهای اولمون. بچه‌هایی که منو نمیشناسن، امیر تکتاج هستم. پیجو تازه زدیم. یه پیجی داشتیم اونو از دست دادیم، ولی خودم ترکم، اگه یکم فارسیم بده ببخشین. خب اینجا هم اومدم پشت بوم، اولین ویدیومون برای وسایلی که تو فیلم میگیره مردم جمع کن، برو بشین رو دنبال. اولین وسایلی که توی یوتیوب قرار اتاقمون رو جور کنیم یا صندل، اینو داستانا رو اومدیم باهاتون بگیریم. صندل اول اومدم پشت بوم صندل رو رنگ کرده بودم، گفتم برای شما هم نشون بدم. بریم سراغ ویدیو. چیزی هم گفتم بگم یادتون نره، لایک کنید، حمایت کنید. آقا چقدر وقتتو میگیره؟ چقدر؟ یه دونه لایک کن تا این ویدیویی که من تازه گذاشتم 1 ویو بخوره. تو لایک کنی میشه 2 ویو، دوباره نمیخوام 3 ویو و بیشتر و بیشتر. برو کسکش برو. یه چیزی هم بگم، اینجا گرمه داره آدمو ایوه ببخشید. ببخشینو. این صندل ایوه اینو قراره ببریم توی اتاقمون. دم پایای امیر رو نگاه. به به. یه چیزی هم بگم، من تازه از کار در اومدم اونجا، چون هنوز کار نبود اینطوری شدم. ببینین اگه ببخشین، ببخشینو. اگه میشد چی میشد. بریم سلفی لحظه‌ای با صندل. منم ورزشکار بودم. روی آسانسوری به سوی طبقه دوم. همین دسته بیل تو او خانم و این لخت و پتو اینا رو ولش کن حرفاشو. خیلی ببخشید، امروز یه جب زوگ دار. سیدم خونه فیلم بگیرم، بابام منو میگیره. روح پاکی صلوات. تا امروز خیلی ذوق دارم میتره که عوض. شیر منم نیستی. صندل گذاشتم اینجا، اونجا نمیتونستم فیلم بگیرم وقتی که داشتم میومدم. خیلی ببخشید، چون بابام اگه ببینه منو یه دفعه میکنه، یه سره میکنه کنم. به خاطر این یه لحظه صندلم اینجا قراره بذاریم. پشتمون به کریستیانو میشه اینا، چون اصلا علاقه ای ندارم به این بک‌گراند اینا، ولش کن. اینجا هم یه دونه کریستیانو داریم، اینه بدونم اینه. بعد این لباسا رو باید از اینجا برداریم. یه تخت داریم که اینجا وسایل داریم. تختم نمیدونم، باید یه کاری کنیم، اینا رو باید برداریم از این. خب یه لحظه، اینطوری میشه تقریبا ویدیو هام. نه اینطوری، آره. اینجا هم کامپیوتر رو میذارم. خب تا ویدیوهای بعدی لایک فراموش نشه. عشق منید، مولای منید، مولای عشق منید، دوستتون دارم. لایک و فالو یادتون نره. حمایت کردن جرم نیست.